سلام علیکم و سال حق. انشالله که همونطوری که اسمتان هست به سال حق نائل وصل به حق باشیم همه. امیدوارم که همگی شما که در راه حق و حقانیت کلمه حق تلاش میکنید حالتان خوب باشد و هر روز بهتر از دیروزتان باشد انشاءالله. بنده عباس هستم از ایلام. در مورد سوره بقره آیه 285 میخوام صحبت کنم. آنجا که دیدم در وصال حق که یه بنده خدایی از قول کسانی که مدعی تشیع هستند فرمود که تشهد ثلاثه یا اصلا کل تشهد امروزی چه شیعه چه سنی این همون تشهدی است که در نماز خوانده باید بشود و گفتند که تشهد مستحب است و واجب نیست. طبق سوره بقره آیه 285 میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. این را خواستم بگم که جواب این که این همان تشهدی است که برای نماز خواندن فرموده. دقت کنید سوره مائده آیه 6 یا ایها الذين آمنوا اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لطفا برای اینکه آیه را مختصرا میخوانم تا آنجایی که نقل تیمم میکنه و با خاک پاک تیمم کنید این را یادداشت کنید. و سوره 7 همین سوره مائده آیه 7 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا که مربوط و سمعنا و اطعنای آیه 285 سوره بقره است را دقت کنید و لطف کنید در این مورد بیشتر توضیح بدهید و خواهش من این است که خود شما هم همین را اجرا کنید که لا نفرق بین احد من رسله اصلا در تشهدتان اجرا نمی شود و فقط تک پیامبری را یک پیامبر را به عنوان بهترین پیامبر و خاصترین پیامبر نزد خدا اعلام می کنید و این خلاف این آیه است و این سوره اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. این عذرخواهی مرا که به این گستاخی صحبت می کنم از من بپذیرید. قصد اهانت و توهین ندارم جز این که سوال کنم و به آن برسیم انشاءالله. اگر به آن رسیدیم و برسید که انشاءالله به سال حق و حق وصل کند شما را به خود انشاءالله. بنده عباس هستم اما شیعه زاده بودم و اکنون مسلمانی ره یافته به یگانگی خداوند و سالهای درازی است که با همکیشان خود و هموطنان خود چه سنی چه شیعه چه از هر صنفی حتی با مسیحیان نیز گفتگوهایی داشتم که انشاءالله خداوند قبول کنه. همه را به یکتاپرستی خداوند و یکتاپرستی حق دعوت کردم و خودم از آنها هستم و امیدوارم که شما در این مورد بیشتر توضیح دهید در مورد همین دو آیه و دو سوره‌ای که به عرض شما رساندم و از این که بیشتر صحبت نمی کنم مرا عفو بفرمایید. به خاطر عسر و حرجی که هست نمیتونم بیشتر از این مزاحم اوقات شریف بشوم.
خدا حافظ شما.